نامم گلاله است. 5 اولاد دارم. دیگه از افغانستان در پاکستان آمدیم. پاکستان 2 سال بودیم، دیگه با اینجا آمدیم. در پاکستان خب بسیار روزای بدم در پاکستان تیر کردیم. مریض بودم، 3 ماه یک جای کار کردم، بسیار نتانستم. دیگه یک مردم های از کمک کردن تا 2 سال کیس ما که تا چیز شد، کیس ما که شد اینجا آمدیم دیگه. این 6 ماه شد حالی هم دیگه اینا میگن که مثال کمک ها بند شده، کرای خانه تان خودتان بتی. دیگه مثال اینا ما یک بچه معیوبم است که اگه من یک روز کار برم یا میمانم برم، میگه تو چکر رفتی مرا چرا نبردی. این گم میکنه که چند دفعه خدا در پاکستان هم گم کرد. دیگه این دخترکایم هستی تا دخترکایم که یکیش پس پیشم تو 7 بجه و 7 و نیم بجه و 8 بجه مکتب میره، یارا تا ازگاه میرسانم، پس تا از ازگاه میارم. دیگه توان مثال خودم مریض هستم که کار کردن نمیتونم که کار کنم، مشکل گرده دارم، مشکل میده، فکر روانی ما هیچ خوب نیست به خاطر امو بچه. دیگه قدر سخت در وضعیت بد واقعیت قرار گرفتیم که چطور کنیم. این کرای خانه را که سیکو که میگن کرای خانه، این دیگه مرا زیاد رنج میده که تو شب و روز دیگه دمی غم چرت و می کرای خانه دیگه ما غرق شدیم که من چه قسم کنم، این اولادا را چی کنم، این کار را چطور کنم، مریضی خود را چطور کنم. دیگه نمیفهمم که چی کنم. دیگه امی گپارم با کسواکرارم گفتم وام میگن که کار کو کمک ها بند شده. گفتم ده هیچ وجه کار کردن نمیتونم، چون که مریض هستم. یکی اولادا یکی بچه معیوب دارم، میره مانده نمیتونم در خانه که یک روز 2 روز بانمش و چت مبراید میبراید که میگه تو چکر رفتی مرا نبردی. این دخترها کلش خورد و ریزه، یکیش 9 ساله، یکیش 12 ساله، یکیش 14 ساله. یاره چه قسم تنابانا. شوهرم از بچه‌م است که وام گم هستن، تقریبا 3 سال شد و 3 و نیم سال که در افغانستان گم شدن. دیگه نیست کسی که کمک ما کنه. اینمی ما را مکرایش ندارم، اینمی ما را منم تو ششتیم. اگه من میگم که چطور، ولی اینمی ما را از قدر ناتوان هستم که اینمی ما را من ندارم. من تو ششتگیستم به خاطر که نمیتونم، هیچ چاری ندارم. یکی لفظ نمیفهمم، یکی این 100 قسم همه تو درد بر ما آمده. یک چار مارسته کو خانه مارسته کو خودتان میفهمی که چی هسته. او که اولادایم نداره که او بخوره. از کس نخواستیم، هیچ کس میگه مرا کمک نکنه غیر خداوند، هیچ کس. تو فکر میکردیم که واقعیت آرام میشیم. بچه معیوب از امو دور که خبر بودیم که معیوب کمک میکنن، خانه پرسته کمک میکنن، کسایی که فامیلش مردش نباشه کمک میکنن، یک معیوب کمک میکنن. واقعیت که باز داخل شدیم و چیز نبود. یخچال سینه مثال نقبان جان میرم من امسایه مرا داده، اینه میرم از امسایه ما گرفتیم. یکم وقت دخترکم میگه مادر در امریکا سینی یخچال ماسته. گفتم نصیب قسمت دیگه هر جای می قسم آدم میبره. کل ما کتش کار کردیم، از شمایه کردیم به افغانستان. کل حالا به یک امید در امریکا آمده که مثال امریکا میریم آرام میشیم از بسیار جنگ، از بیکاری افغانستان، از طفلای ما مکتب نمیتونست رفته. خیستیم به یک امیدی قانونی در امریکا آمدیم. از دولت امریکا هم دیگه خواهش میکنم، از رئیس جمهورش، از حکومتش که دل بسوزانن. اگر که چون مذهب و هموطنش نیستیم، اما از روی یک انسانیت و شرافت بیکار نکنن. باید کمک ها را قد سر کسایی نکنن که با یک امیدی آمدن، با فامیلایی که مواری یک فامیل ندارن، یک مرد ندارن، بچه جوان ندارن، معیوب، یک بچهش معیوب، دگاهش تو کش خورد و ریزه. این قسم بسیار سخت است، برای تو فامیلا با سخت است.